سبحان الله. یعنی زنهای مسلمان تاجیک دیدیم که لوهاشون رو بوتکس میکردن. و چی گفت است که بچه ها لوهاشو بوتکس کنن؟ الله نمیترسی این ربی. دورو که من تریش. سبحان الله. این مردم موشه به بوتکس زشتگیان. استاتی 5 نفر انشاءالله که حجامه در شهر یکترینبورگ فردا یعنی سحر روز جمعه پیش از نماز جمعه انشاءالله 5 نفر ما حجامه به پول میکنیم. کسانی که انشاءالله حجامه گیر هستند میتونن که انشاءالله به سراغ ما را بیاین. گراخوه دام 34 انشاءالله رقم ها در روی اکران میبینین 30 آخرش. انشاءالله میتونین که زنگ بزنین به جا و مکان ما را بیاین. ما سحر انشاءالله که انتظار هر یک آدمی شما هستیم و این گناه لواتون اشتباه تکس نکنین. خداوند هر یک آدمی ما و شما را توفیق بندگی عطا کنه، هدایت فرمایه. از همتون خواهش اپو خواهرا و که دادرا اکثریت یعنی مشکلی دارن در سحر و جادوشون، جن شیاطینشون نمیبراین. سوال میکنن که از چی سبب؟ آخه لور را اینی بوتکس که یک جا میبراین. دویمش یعنی از طاعت عبادت الله دور نشویم. یعنی همیشه با طاعت عبادت الله باشیم، ذکر اذکار بکنیم، تلاوت قرآن بکنیم، همیشه یعنی با ذکر یاد خدا باشیم. اکثریتشون نماز نمیخوانن، میان مانیکیورشون رنگ لوا میبره، مانیکیورش اینم قین. سبحان الله. یعنی میگیش که طاعت عبادت میگه در روز 6 وقت نماز میخونه. سبحان الله. الله 5 وقت نماز فرض گردانده است، اینا 6 وقت میخونن. یعنی 6 وقت یعنی تهجد هم میخونن ماشاءالله، نماز سر افطار هم میخونن، اما جن از بدنشون نمیبره. یعنی مانیکیورش هم میبینیم مثلا لباس میپوشن، این رنگ پوستین کالت رنگ فوتبال که ما ور میپوشن میبینن. باز هم با یعنی شکایت میکنن که چرا جن ها از بدن ما تیز نمیبرن، ما اینقدر عذاب میکشیم. خب الله سبحانه و تعالی هر یک آدمی و شما را توفیق هدایت عطا بفرمایه. ما هر یک آدمی شما را انتظاریم سحری در یعنی ادرس ما پیشکی مونده بودیم ویدیو در هوای کراخوه 34 میتونید که انشالله بیاین. استین که همه چیزش هست انشالله و برای شما را انشالله که سورپریز انتظاری قرآن های کریم برای کسی که حجامه میکنه. کسی که 5 نفر اول که 5 نفری که میاد برای اونها یعنی حجامه تحفه میشه. 5 نفر یکمون انسان که می 5 نفر برای همونها انشالله تحفه 5 حجامه، یعنی 5 کسی حجامه میکنیم. من دارو الرژی هم داده لبام تریش دم بوتکس. دروغ میگه بوتکس که دینک جای رفته بودم خیلی. خب در امان الله. السلام علیکم.